نمایش مجموعه اعداد. یک روش برای نمایش مجموعه ها استفاده از نمادهای ریاضی هستش. برای مثال مجموعه عددهای طبیعی زوج رو ما با این نشون میدیم. بچه‌ها عددهایی که طبیعی باشن و زوج باشن میشه 2 4 6 8 دیگه. میایم با حروف بزرگ انگلیسی ای نشونش میدیم. اینو گفته در نظر بگیرید. عضوهای این مجموعه خاصیت مشترکی دارن، یعنی همه اونها مضرب 2 هستن. هر عدد زوج طبیعی رو به صورت 2K نمایش میدیم که K عضو n. بچه ها n چی بود؟ عددهای طبیعی بودش. پس می نویسیم، اگه من اینجوری بخوام بنویسم اینجا یه دونه خط میذاریم، این خط رو به طوری که تعریف میکنیم میگیم 2K K عضو n هستش. یعنی چی؟ یعنی من گفتم K عضو n دیگه. n چی بود بچه ها؟ از 1 شروع میشد، 1 2 3 4 الی آخر. شما فکر کنید به جای K 1 بذارید، من اینجا بنویسم کار رو میذارم 1. وقتی که تو 2K کار رو بذارید 1 میشه 2 ضرب در 1 دیگه، درسته؟ 2 ضرب در 1 میشه 2. حالا شما فکر کنید کار رو 2 بذارید، میشه چی؟ 2 ضرب در 2 میشه 4. کار رو 3 بذارید میشه 3 2 تا 6 تا. میبینید همینجوری داره عدد زوج تولید میکنه. پس من میتونم مجموع عددهای طبیعی زوج رو به این شکل نشون بدم. مجموع عدد طبیعی فردم همینطور بچه ها می‌نویسم 2K منهای 1 به صورت نماد ریاضیش این شکلی میشه 2K منهای 1 و K عضو n هستش. K رو بچه ها شما اینجا 1 بذارید میشه 2 1 2 تا منهای 1 عدد 1 رو تولید میکنه. K رو 2 بذارید میشه 2 2 تا 4 تا منهای 1 میشه چند؟ 3 تا. کار رو 3 بذارید 2 3 تا 6 تا منهای 1 5 تا. میبینید همه داره عدد فرد تولید میکنه. پس اینم نشون دهنده عددهای طبیعی فرد با استفاده از نماد ریاضیه. بریم سراغ عدد حسابی. بچه‌ها مجموع عددهای طبیعی رو بهتون گفتم، درسته؟ حالا عددهای حسابی رو میخوام بهتون بگم. عددهای حسابی گفته مجموع عدد حسابی رو ما با W نشون میدیم. W میذاریم. فقط مجموع عدد حسابی فرقی که با عدد طبیعی دارن اینه که فقط یه صفر اضافه تر دارن. مجموع عددهای طبیعی 1 2 3 4 الی بی نهایت بودن. مجموع عددهای حسابی فقط یه صفر داره، 0 1 2 3 الی بی نهایت. اینم عین همون عددهای منفی رو نداره، بین 2 و 3 عدد نداره، بین 1 و 2 عدد نداره، یعنی 1 و نیم 2 و نیم 10 و نیم هیچ کدوم از اینا عضو مجموع عدد حسابی نیستش. گفته هر عدد طبیعی یک عدد حسابیه، یعنی n زیر مجموعه W. بچه ها n فقط 1 و 2 3 و 4 و 5 تا بی نهایت داشت. W فقط یه دونه صفر اضافه تر داره. چون اون صفر رو اضافه تر داره n زیر مجموعه عدد حسابی میشه، فقط به خاطر همون یه دونه صفر. گفتیم زیر مجموعه چجوری بود؟ همه عضوهای اون رو داشت، فقط اون مجموعه بزرگمون یه دونه عضو بیشتر داشت. الان W همه عضوهای مجموعه n رو داره، فقط یه دونه صفر اضافه تر داره، به خاطر همون صفر n زیر مجموعه W شده. عددهای صحیح هم که بهتون گفتم دیگه، میبینید با Z نمایشش میدیم. عددهای منفی رو داره، مثبت رو داره و صفر رو داره. اینا بهتون بگم عددهای صحیح هم مثلا 1 و نیم 2 و نیم 1 دوم جزوش نیستا، فقط صحیح داریم میگیم، فقط خود 1 فقط خود 2 فقط خود 3. گفته همه عددهای طبیعی و حسابی عضو Z هستن. اگه من بخوام به صورت زیر مجموعه نشون بدم، بچه‌ها n 1 به بالا 1 و 2 و 3 به بالا بود، W صفر رو اضافه داشت، n زیر مجموعه W میشه. بعد Z میبینید این حسابی بود دیگه، از اینجا اگه نگاه بکنید حسابی اینا بود دیگه. خب این یه تیکه حسابیه، بعد Z اومده این یه تیکه رو بیشتر داره، پس میگیم که W زیر مجموعه Z هست. اگه بخوایم به صورت نمودار ونم نشون بدیم، این N از همه کوچولوتره، بعد این W Z هم که از همه بزرگتره، همه رو داره شامل میشه. بریم سراغ عددهای گویا. مجموعه عددهای گویا رو با Q نمایش میدیم. چون اولین عدد گویای بزرگتر از هر دو تا عدد گویا مشخص نیست، نمیتونیم این مجموعه رو با عضوها مشخص بکنیم. به همین دلیل مجموعه عددهای گویا رو با نمادهای ریاضی تعریف میکنیم. اینی که گفتش اصلا یعنی چی؟ دیدیم من الان اونجا براتون نوشتم که خب Z منفی 3 منفی 2 منفی 1، ولی اینجا به صورت عددی نشون ندادم. مجموعه عدد گویا رو ما نمیتونیم مشخص کنیم، اولین عدد گویا رو نمیدونیم چیه، به خاطر همین ما اینو میایم به صورت نماد ریاضی مشخص میکنیم.
مجموع عددهای گویا رو به صورت کسری می‌نویسیم. می‌بینید می‌نویسم A تقسیم بر B به طوری که A و B عضو Z باشن. Z بچه‌ها چی بود؟ مجموع عددهای صحیح بود، یعنی هم منفی‌ها هم مثبت‌ها و هم صفر. و گفته B که اینجا مخرجمونه نمیتونه صفر باشه، مخالف صفر باشه. چرا؟ بچه‌ها مخرجی که صفر باشه ما میگیم تعریف نشده است. مثلا شما 2 داشته باشین تقسیم بر صفر، اینو چی میگیم؟ تعریف نشده. به خاطر همین این نمیتونه گویا باشه دیگه. به خاطر همین میگیم B که اینجا مخرج هست میتونه صفر باشه. A نمیتونه صفر باشه. A اینجا میتونه صفر باشه ها. مثلا ما اگه داشته باشیم صفر تقسیم بر 2 میتونه صفر بشه، یعنی صفر دوم میشه صفر، ولی B هیچ موقع نمیتونه صفر باشه. هر عدد صحیح عددی گویا هستش، یعنی برای هر عدد صحیح A داریم A مساوی A1. مثلا شما یه عدد 3 دارید، اینو میگیم گویا هست یا نه؟ بله گویاه. چرا؟ چون من میگم این انگار یه مخرج یکی داشته که من صرف نظر کردم. پس همه زدا زیر مجموعه کیو هستن و هر عدد صحیحی عدد گویا هستش. بریم یه مثال با هم دیگه حل بکنیم. گفته مجموعه های زیر رو با عضوهاش مشخص بکنید. الف، مجموعه عددهای صحیح فرد. خب عددهای صحیح فرد و مثلا من اسم مجموعه‌اش رو میذارم A. خب گفته صحیح باشه دیگه، یعنی منفیام میتونه باشه و گفته فرد باشه، مثلا مثل منفی 3 منفی 1. گفته فرد دیگه، صفر که زوجه نمیذارم، 1 3 و ادامه داره 9 7 همینجوری میره جلو. از این طرف منفی ها هم ادامه داره. قسمت ب گفته که مجموعه A داریم که x به طوری که x مون عضو z باشه و x مون بین 5 و منفی 5 باشه. وقتی اینجا علامت مساوی میذاره یعنی اینکه خود 5 منفی 5 رو حساب بکنیم، ولی وقتی اینجا مساوی نداره یعنی خود 5 عضوش نیست. من بخوام این مجموعه رو بنویسم عضوهاشو به این شکله، ببینید خود منفی 5 چون مساوی داره منفی 5 رو میذارم، بعد شروع میکنم کمتر کردن دیگه، چون گفته عضو زد باشه. منفی 4 منفی 3 منفی 2 منفی 1 همینجوری میرم تا برسم به 3 و 4 و خود 5 رو نمیذارم چون اینجا مساوی نداره. اگه اینجا یه دونه مساوی داشت اینجا 5 رو مینوشتم. قسمت بعدی جیم گفته 3k به علاوه 2 به طوری که k عضو زد باشه. اینو حلش کنیم. وقتی که اینجوری به شما میده و میگه k عضو زد، شما میان چیکار میکنین؟ دونه دونه به جای این k عدد میذارید. خب گفته عضو زد باشه دیگه. عضو زد بچه‌ها چه عددایی هستن؟ منفی‌ها 0 و 1. من میام مثلا از یه دونه منفی میذارم، مثلا منفی 1 رو میذارم. اینجا چند تا بچه‌ها نقطه چین میذارم چون ادامه داره دیگه، من همه رو که نمیتونم جایگزین کنم. مثلا یه دونه منفی 1 اینجا جایگزین میکنم. 3 من اینجا براتون بنویسم 3k به علاوه 2. شما فکر کنید k رو بذارید منفی 1. اگه k رو من اینجا بذارم منفی 1 چی میشه؟ میشه 3 ضرب در منفی 1 به علاوه 2. ضرب اولویت داره دیگه. 3 ضرب در منفی 1 میشه منفی 3 به علاوه 2 میشه منفی 1. پس اینجا من می‌نویسم منفی 1. رقم بعدی k رو مثلا 0 میذارم. اگه k رو 0 بذارین میشه 3 ضرب در 0 میشه 0 به علاوه 2 میشه 2. چون به من گفته عضو زد باشه دیگه، همینجور شروع میکنم گذاشتن. k رو این دفعه 1 میذارم. 3 یکی 3 تا به علاوه 2 میشه 5 تا. حالا k رو این دفعه مثلا 2 میذاریم. 3 2 تا 6 تا 6 به علاوه 2 میشه 8 تا. همینجوری شما عدد میذارید میره جلو. چون گفته عضو زد باشه بچه‌ها همینجوری عدد میذارم، این عددا رو تشکیل میده دیگه. میبینین هم از این ور نقطه گذاشتم هم از اون ور نقطه گذاشتم، یعنی هم از این ور منفی‌ها ادامه داره مثبت هم ادامه داره، چون من نمیتونم همه این عضوهای این مجموعه رو بنویسم که. بریم سراغ قسمت دال. مجموعه C رو به ما داده. گفته x مون به طوری که x عضو n باشه و 2x به علاوه 1 بشه 3. من میام اینجا پایین حل میکنم. گفته 2x به علاوه 1 بشه 3.
گفته x هم عضو n باشه. بچه‌ها اگه اینا رو حفظ نباشید خیلی به مشکل می‌خورید، چون حتما باید بدونید که با استفاده از نماد ریاضی نشون میده کدوم مجموعه رو داره میگه. الان اینجا به من مجموعه‌مو گفته بود عددهای صحیح، اینجا گفته بود عددهای صحیح، اینجا میگه چی؟ عددهای طبیعی. یعنی من نمیتونم منفی‌ها رو بذارم چون توی عددهای طبیعی منفی نبود. بعد 1 و 2 و 3 اینا بذارم. خب من اینجا به جای x چون عددهای طبیعی 1 میذارم. شما به جای x 1 بذارید چی میشه؟ میشه 2 ضرب در 1 به علاوه 1. باید بشه 3. یعنی شما عددی که دارید اینجا جایگذاری میکنید حتما 3 بشه. 2 1 2 تا به علاوه 1 میشه 3. پس این میخوره. خب پس یه عضوی که مجموعه C داره من اینجا بنویسم عضوهاشو. وقتی که x مون رو 1 گذاشتیم جواب داد. حالا شما بیاین x رو 2 بذارید میشه چی؟ 2 2 تا 4 تا 4 به علاوه 1 میشه 5. 5 با 3 که مساوی نیستش. پس میبینید وقتی که x رو بیشتر از 1 میذارم کلا جواب رو داره به چالش میکشه، جواب درستی به ما نمیده. پس فقط عضو این مجموعه 1 هستش. اینم از حل این سوال. بریم سراغ مثال بعدی. گفته زیر مجموعه های مجموعه زیر رو بنویسید. یه سوال دیگه از زیر مجموعه است. به جای اینکه بیاد برای ما مجموعه رو راحت بده اومده یکم سختش کرده. گفته اول خودت بفهم مجموعه چیه، بعداً بیا شروع کن زیر مجموعه هاشو نوشتن. گفته 2x x هم 0 و 2 3 باشه. خب خیلی راحته دیگه بچه‌ها. شما کافیه x هایی که داده رو جایگزین کنین. x رو یه بار 0 بذار میشه 2 0 تا 0 تا. x رو یه بار 2 بذار میشه 2 2 تا 4 تا. یعنی من فقط هم جایگذاری میکنم. یه دونه 2x نماد ریاضی داده، یه بارم x رو گفته 0 و 2 3، فقط هم جایگذاری میکنم. 3 و یه بار جای x میذارم میشه 3 2 تا 6 تا. این شد عضوهای مجموعه. حالا گفته زیر مجموعه هاشو بنویس. زیر مجموعه ها چیا بود؟ اولین زیر مجموعه هر مجموعه‌ای بچه‌ها توهی بود. توهی رو مینویسم. بعدش زیر مجموعه های تک عضوی. یعنی یه بار عضو 0 رو میذارم داخل آکولاد، یه بار عضو 4 رو میذارم داخل آکولاد، یه بار عضو 6 رو میذارم. حالا زیر مجموعه های دو عضوی، یه بار 0 با 4، یه بار 0 با 6، یه بارم 4 و 6. اینجا بنویسم 4 و 6. اینم نوشتم. حالا زیر مجموعه های سه عضوی که میشه خود مجموعمون 0 و 4 و 6. بچه‌ها چند تا عضو داشت؟ 3 تا دیگه. 1 2 3. گفتیم تعداد زیر مجموعه ها چی میشه؟ 2 به توان تعداد عضو میشه 8 تا. من حالا 8 تا نوشتم دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا زیر مجموعه نوشتم. یه مثال دیگه داریم. گفته تمام زیر مجموعه این رو بنویسید. این یه سوال خیلی خوبی هستش که بتونید به مبحث زیر مجموعه مسلط بشین. این مجموعه‌ای که دارم 3 تا عضو داره بچه‌ها. یه عضو A داره، یه عضو A که داخل آکولاده و بچه‌ها این یه تیکم کامل با هم دیگه یه عضو حساب میشه. وقتی که شما میخواید زیر مجموعه ها رو بنویسین قرار شد تعداد زیر مجموعه رو از این رابطه به دست بیارید. 2 به توان تعداد عضو. چند تا عضو داره؟ 1 2 3. پس 2 به توان 3 میشه 8 تا. من باید زیر مجموعه بنویسم. گفتیم اولین زیر مجموعه میشه چی؟ توهی. توهی رو میذارم. بعد میریم سراغ زیر مجموعه های تک عضوی. آکولاد رو میذارم. عضو A رو داخلش میذارم. عضو بعدی من با آکولاد خودش. بچه‌ها یه آکولاد واسه نشون دهنده زیر مجموعه میذارم، یه آکولادم خود عضوم داشتش. پس عضو من اینجوری بود، این خود عضومه. چون دارم زیر مجموعه نشون میدم این آکولاد بیرونی هم حتما باید بذارم. بچه‌ها باز این یکی رو نگاه کنید، خودشو بنویسید. خودش اینجوریه، خود عضوم. خود عضوم این شکلیه. حالا من چون میخوام زیر مجموعه تک عضویشو نشون بدم یا آکولادم اینجوری براش میذارم. حالا بریم سراغ زیر مجموعه های دو عضوی. یه بار این A رو برمیدارم که آکولاد نداره با این A که خودش آکولاد داره. چون دارم زیر مجموعه می نویسم حتما باید آکولاد بذارم. باز بعدی این عضو رو برمیدارم با این عضو. باید خودش رو اول بنویسم A و
ببینید من فقط دارم خودش رو تکرار میکنم. این A رو برداشتم، اینم برداشتم، عیناً نوشتم. حالا چون دارم زیر مجموعه می نویسم یا آکولات براشون میذارم. A رو با این نوشتم، A رو با اینم نوشتم. حالا این دوتا با هم دیگه موندن. این خودش یه آکولات داره میذارم، بعدی هم خودش آکولات داره، A و اینجوری. این دوتا رو با هم نوشتم. حالا چون دارم زیر مجموعه می نویسم یا آکولاتم واسه نشون دهنده زیر مجموعه. چون بچه‌ها 3 تا عضو داره، آخرین زیر مجموعه‌ش هم میشه خودش دیگه. اینم که واسه بستن مجموعمون. خب نکنید بعد 8 تا میشد دیگه. 1 2 3 4 5 و 6 7 و 8 تا زیر مجموعه نوشتم. نکته ای که توی این سوال برامون مهم بود تعداد آکولادا بود. شما عضوتون رو بردارید بیارید اینجا. الان مثلا من اینو دارم میگم، این خود عضو رو برمی‌دارم میذارم اینجا، چون میخوام زیر مجموعه نشون بدم آکولات میذارم. الان عضوم این A بود، خودش رو آوردم گذاشتم یا آکولات گذاشتم. یا اینم همینطور، خود این عضو اول بنویسید، بعد 2 تا آکولات براش بذارید که نشون دهنده زیر مجموعه باشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. برای آموزش‌های بیشتر میتونید پیج یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید.